در جستجوی حقیقت، روزنه به سوی آرامش روانی و امنیت ملی. نظرات دانشمندان را بشنوین و با ما در این برنامه ها سهیم شوین. شاید همه با هم بتانیم یک خار از هزاران خاری که در پای وطن عزیز ما افغانستان خلیده به در آوریم به کمک علما و دانشمندایی که اینجا تشریف دارند. عقیده داره با یک مسلمانی که آگاهی اسلامی فلسفی داره چه تفاوت خواهد داشت؟ آیا او را ما روشنفکر، یک مسلمان روشنفکر گفتن نمیتونیم؟ خب چرا ما از بیان یک تعریف روشن از روشنفکری تفره میریم؟ از هر کدوم از بزرگواران که پرسیده میشه که چه تعریفی داره، تعریف واضح و روشنی که خودشان روی اون تعریف در توضیحاتشون پایبند باشن، اون تعریف ارائه نمیشه. ادیان هم میتونن روشن فکرانه بوده بود و اون 5 مرحله را پیشنهاد میکنه که در آوردن یک تحول مثبت در جامعه 5 مرحله ضروری است. اولش البته آوردن یک فکر تازه. جنبش روشنفکری در اروپا در وقت شد که در بعد از قرن 15 و جنبش انقلاب صنعتی در انگلیس و بعداً جنبش روشنفکری توسط فیلسوفا و دانشمندان مثل ولتر و کانت و هر نوع اعتراض کور و بی هدفی رو روشنفکری تلقی نکنن. رابطه عقل و دین، رابطه علم و دین، رابطه اخلاق و دین. حالا اخلاق دینی، اخلاق انسانی، اخلاق سکولار با دین. بدترین استبداد دینی است. مثلا دکتر شریعتی میگه از یاد بردن که همین مردمی که برش روشنگری میکنه یا در جایی که روشنگری میده که اوجا کجا است. رادیو کتاب متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای، همگام با نویسنده ها و همسو با حقیقت. با نام و یاد خدای بزرگ، ضمن عرض خوش آمدید به تمام دانشمندای گرامی، ما قسمت 6 تاریخ روشنفکری در افغانستان ضبط میکنیم. نظرات دانشمندان را بشنوین و با ما در این برنامه ها سهیم شوین. شاید همه با هم بتانیم یک خار از هزاران خاری که در پای وطن عزیز ما افغانستان خلیده به در آوریم به کمک علما و دانشمندایی که اینجا تشریف دارن. سایق صاحب بزرگوار، سوال شما را میگیریم، بفرمایید. جان سپاس. سلام خدمت همه استادان گرامی، دانشمندان بزرگوار. ما کدام یادداشت چیزی با خاصم نداشتم، خدا کنه اشتباه نشیده باشم. آقا بزرگوار استاد گرامی آقای عاطف در مورد که در اسلام روشن فکر نمیتونه باشه یا نمیبینن که باشه به نام مرتد یا اتو حساب. ما چون در برنامه قبلی حضور نداشتیم، مستفید نشدیم. برای ما جالب می بود اگر یک تعریف عمومی از روشن فکر می داشتیم. شاید حتما ما اونا را از دست دادیم. اگر اتو فکر کنیم، پس خدای نخواسته از زبان من نشه، اسلام به این ترتیب خیلی فلسفی مگر نمی داشته باشه. یعنی مطلب میست که یک مسلمانی که سنتی و عقیده داره با یک مسلمانی که آگاهی اسلامی فلسفی داره چه تفاوت خواهد داشت؟ آیا او را ما روشنفکر، یک مسلمان روشنفکر گفتن نمیتونیم؟ آقای اولوی گفتن وقتی که نمیتونم روشنفکر به یک عقیده‌ای باشه متنا انسانیت و آیا مگه اسلام از این میتونه دور باشه؟ این میره که آقای عاطف بزرگوار اگه بتونن چیز کنن که هدفی نمی بود که ببخشید صدای ما داره؟ کاملا صدای شما خیلی روشن و خیلی زیبا است. عاطف صاحبم سوال شما را گرفتن. بس وقتی که نوبتش رسید به شما جواب میده. تشکر از شما صاحب. سمی صاحب بفرمایید شما. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. ضمن عرض سلام و احترام خدمت همه بزرگوارانی که در این محفل و مجلس هستند، استفاده کردیم از نظرات دوستان و بزرگواران. دوستان سوالاتی کردن ناظر به عرایض حقیر در جلسه قبل. من از 2-3 جلسه‌ای که این بحث‌های روشنفکری رو گوش میدم، چه از جناب آقای دکتر موسوی و چه از جناب دوستان آقای علوی و دوستان دیگه ای که هستن،
خب چرا ما از بیان یک تعریف روشن از روشنفکری تفره میریم؟ از هر کدوم از بزرگواران که پرسیده میشه که چه تعریفی داره، تعریف واضح و روشنی که خودشان روی اون تعریف در توضیحاتشون پایبند باشند، اون تعریف ارائه نمیشه. یعنی دائم مطالب بیان میشه که مطالبی که واقعا بر اساس یک مبنای تعریف دقیق نیست. خب ما در بحث علمی خب این کارا رو نمی‌کنیم. معمولا میایم اول میگیم با جریان روشنفکری در افغانستان، مثلا تاریخ شفاهی روشنفکری، اول روشنفکر رو جریان روشنفکری، اولا خصوصیات جریان رو تعریف نمیگیم، یه حرف دیگه میزنه. خب این درست نیست که آدم بیاد مثلا در بحث علمی تفره بره، یا اینکه بگه من تعریف مشخص ندارم، مثلا اظهار نظرم لازم نباشه شاید. این یک نکته دیگه توضیحی که یعنی دوستان در این چند جلسه دادند، روشنفکری که اینها معرفی میکنند، این روشنفکر هیچ برنامه‌ای برای ایجاد اصلاح در جامعه نداره و حتی در ایجاد نحوه تغییر هم متد مشخصی، روش مشخصی نداره. اینا فقط معترضن. یعنی یعنی تعریفی که دوستان از روشنفکر کردن تعریفی است که به روشنفکر ارتباط نداره، فقط معترضن. ما هر اعتراضگری رو روشنفکر نمیدانیم. این همه افراد معترض در دنیا هستش و خواهان تغییر هم هستش، ولی اینا روشنفکر نیستن. جناب دکتر فرمودن که روشنفکر اصل و اساسش به اصطلاح آخوندی خودم تغییر وضعیته، یا مثلا ایجاد عدالت اجتماعی. خب اینو هممون قبول داریم. تغییر وضعیت هر انسانی جدای از این که روشنفکر باشد یا نباشد، به محضی که همین خلاف اصول انسانیت و خلاف فطرت انسانی جای پدیده رخ بده، خواهان تغییر اون وضعیت. هر جایی که ظلم و ستم باشه، خواهان برقراری عدالت اجتماعی است. هر جایی که نابسامانی باشه، خواهان ایجاد یک سامان اجتماعی هست. این چیز طبیعی است. این ارتباطی به روشنفکر و غیر روشنفکر نداره. یعنی ما هر مغیری را، هر تغییر دهنده ای را بگیم روشنفکر هست. مثلا شما حضرت امام خمینی، حالا ما حضرت شما میگید آقای خمینی، ما حضرت امام خمینی خواهان تغییر در سیاست یک حکومت بود و حکومت 2500 ساله رو منهدم کرد و نظام اسلامی به جاش گذاشت. درستی که حالا صنعت نفت بود که آقای دوستان گفتن که جنبش صنعت نفت و نمیدونم بحث امثال اینها. یه سوال بپرسم از شما، چرا به اصطلاح کارگران صنعت نفت چی کردن؟ دست از کار کشیدن. به دلیل اون القاءاتی بود که همه انقلابیون بر اونها انجام داد. یعنی شعارهای انقلابی، روشهای انقلابی و اون روشی که انقلابیون در پیش گرفتن، این کارگران صنعت نفت رو واداشتن که دست از کار بکشن. چرا در فضای حکومت شاهنشاهی اونها دست از کار نکشید؟ چون در فضای انقلاب وقتی دست از کار کشیدن تا حکومت شاهنشاهی رو از بین ببرد. یا مثلا بحث نیروی نظامی که به اصطلاح همافران ارتش دست از کار کشیدند و اومدن به انقلابیون پیوستن. اینا حاصل اون تغییراتی که در اجتماع ایران به وجود آمد و شعارهایی که انقلابیون دادن و رهبری قدرتمندی بود که امام خمینی داشت. اینها خب اگه آیا شما امام خمینی روشنفکر میگید، به لحاظ خودتون قطعا نباید روشنفکر، چون میگید روشنفکر اسلامی نمیشه. اینم که تعبیر یعنی این که میگید روشنفکر اسلامی نمیشه، اینم جالبه. این درک نادرست از روشنفکری است. من روشنفکر اسلامی با روشنفکر اسلامی تفاوت داره. روشنفکری که خواهان تغییر به صورت کلی بدون در نظر داشتن اون قابلیت‌ها و توانایی‌های دین حاکم برای یک اجتماع باشه و اونا رو در نظر نگیره، روشنفکر آزاد. اونی که بیاد ظرفیت‌های دین، اعتقادات مردم، عنعنات مذهبی رو در نظر بگیره و از اون ظرفیت‌ها جهت اصلاح استفاده کنه، یا اینکه اون نقاط منفی رو برداره، میشه روشنفکر دینی. یعنی وابستگی او به دین به عنوان یک ظرفیت بسیار قوی در جامعه، یا عدم وابستگیش به عنوان یک به اصطلاح پدیده. اون کسی که روشنفکر غیر دینی است، دین را از پدیده از اجتماع کنار می‌نهد و همونطور که چوب حراج به بقیه به اصطلاح نابسامانی‌های اجتماعی میزند، بگیم آقا دینم به عنوان یک نابسامانی اجتماعی اینا باید کنار بره. اینا یک روشنفکر آزاد. ولی اون روشنفکری که دینی هست میاد از اون سنت‌های حاکم و اون از اون استعدادهایی که استعدادهای دینی هست به عنوان یک دین در جامعه،
استفاده میکنند و این هم در غرب هست هم در شرق هست. الان بحث سنتگراهایی که در غرب وجود دارند، سنتگراها رو اینها هم خواهان اصلاحند، خصوصا الان پست مدرنیسم ایجاد شده بعد از جریان مدرنیسم که در غرب هست. میخوام بگم که در هر جای روشنفکر، اگه ما بگیم که شما جوری که دوستان روشنفکر رو معرفی میکنن، من اینجا به نظر میاد که روشنفکر یعنی کسی که فقط معترضه و هیچ برنامه‌ای برای اصلاح نداره، در حالی که روشنفکر این است که از اون قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها استفاده کنه. ما نباید چوب حراج به هر چه سرمایه ملی، مذهبی و اقتصادی مردم رو چوب حراج بزنیم و بعد بخوام وقتی جامعه کامل از بین رفت بخوایم چیزی بنا کنیم. ما از اون چیزی که داریم، اون ظرفیتی که داریم به نحو احسن استفاده کنیم، پالایش کنیم، خرابی ها رو کنار بذاریم، نقاط منفی رو کنار بذاریم، مثبت ها رو برجسته کنیم، از توانایی های داخلی استفاده کنیم تا بتونیم اون هدف روشنفکری خودمون رو برآورده بکنیم. این که جریان روشنفکری و افراد روشنفکر نمایی که در افغانستان وجود داره یا در ایران وجود داره، اینا نتونستن تغییر اساسی ایجاد کنن، اینه که این ظرفیت‌های اجتماعی رو اینها در نظر نگرفت. این که یک روشنفکری، حالا شما یک نابغه روشنفکر در نظر بگیرید، به اصطلاح آقای علوی یک نابغه‌ای که روشنفکر باشه، شما اون رو در نظر بگیرید. اگر اون نتوانه ظرفیت جامعه رو استفاده کنه، درست بشناسه و به سمت سوی معقول و منطقی با برنامه مشخص پیش ببره، اون هیچ وقت در جامعه موفق نمیشه و منزوی میشه، مثل سایر معترضینی که در افغانستان منزوی شدن. الان کسانی که ادعای روشنفکری در افغانستان هیچ جایگاه و پایگاهی در جامعه افغانستان نداره و علت ناموفقیتشون هم همین بوده. اگر ما بیایم به بس شما روشنفکر، یکی از شرط روشنفکری اینه که شما سعی کنی که از بهترین استفاده رو از داشته های جامعه کنی. اگر چوب حراج به هر چی که در جامعه است بزنی که دیگه فایده نداره. عرض من تا همین اینجا خلاصه میکنم و بازم اگر عرض بود خدمتتون میگم. میخوام بگم هم روشنفکر دینی داریم با توجه به استفاده از ظرفیت‌های دین، هم روشنفکر غیر دینی داریم با توجه به اون فضای آزادی. منتها هممون در نظر داشته باشیم که برای روشنفکر باید معیارهایی رو در نظر بگیریم و طبق همون معیارها در موردش توضیح بدیم یا نقد کنیم یا تایید کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ممنون دکتر صاحب که در 9 دقیقه خلاص کردین. 9 دقیقه و 45 ثانیه. استاد بزرگوار در خدمت شما هستیم. بسم الله و الحمدلله و به نستعین. سلام به همگی دوستا و عزیزا. به ادامه حرفایی را که آقای صمیمی داشتن، من یک پیشنهادی دارم برای که هدفی اساسی روشنفکری و هر ایدئای تازه‌ای که به یک جامعه در هر زمانی پیشکش میشه، آوردن یک تحول مثبت در اون جامعه است. از هر حالتی که جامعه داره باید او به یک طرفی مثبت و بهتر برده شود و برای از یک تئوری بسیار معروفی هست در انسانشناسی انتروپولوژی از طرف یک کسی به نام انتونی والاس، به انگلیسی Religious Revitalization Movement. یعنی در حقیقت میگن که نوآوری دینی در جوامع انسانی، که البته خود به خود اشاره میکنه که دینها میتونن، ادیان هم میتونن روشنفکرانه بوده باشه و اون 5 مرحله را پیشنهاد میکنه که در آوردن یک تحول مثبت در جامعه 5 مرحله ضروری است. اولش البته آوردن یک فکر تازه، یک فکر روشن، یک فکری که کاملا بکر نیست، یک فکر است که با درک مشکلات جامعه و از افکاری که در جامعه وجود داره یک شکل تازه ای را پیشنهاد میکنن. یک پیغامی داره که او پیغام نو است و او پیغام حلال مشکلاتی است که در جامعه وجود داره، چی فکری، چی اجتماعی، چی سیاسی، هر چیزی، اما کاملا تازه نمیتونه باشه. اما قسمی که بیشتر اشاره شد مثلا در ادیان ابراهیمی، بله ادیان ابراهیمی با هم تسلسل دارن، اما دین اسلام عین چیزی نیست که قبلا برای پیغمبرای دیگری نازل شد. اسلام یک چیزی است که مکمل همه افکار است و به یک شکل تازه پیشکش که این پیغام البته باید برای مردم اعلام شود و در اعلامش اگر موفق نبوده باشه روشنفکر یا پیغمبر یا هر کسی دیگه، البته جای دیگه ای نمیتونه ای روشنفکری حرکت بکنه. اما قسمی که قبلا هم ما گفتیم در افغانستان
ما افکار تازه داشتیم اما موفق نبودن. در بسیاری جوامع دیگر در تاریخی چی صورت، یعنی باید فکر با مردم شریک شود و در اینجاست که اون چیزی را که آقای علوی میگه، نقشی جامعه متوسط برای قبولی همچی یک فکر بسیار مهم است. این نیست که وجودی یک فکر تازه به جامعه متوسط بسته است و اون نیست. میتونه فکر از طرف یک جامعه بسیار پایان، هم یک فردی از جامعه پایان بیایه یا از متوسط بیایه از بالا بیایه، اما موفقیتی یک فکر تازه مرتبط است به وجود یک قشر متوسط در جامعه که تاریخ کاملا در واضح است و این دو چیز ما باید با هم چی نکنیم، به اصطلاح مغشوش نکنیم. مسئله ای که بسیار مهم است، بازم گفتم، در تبلیغ فکر باید مردم او را بتانن درک بکنن و بتانن با او ربطی داشته باشن و بتانن از او حمایت بکنن. بعد از او مسئله سوم چیز که باید اما کسی که این فکر تازه را پیشنهاد کرده، یا یک نفر یا چند نفر، باید بتانن اینا یک ساختارهای اجتماعی بسازن، یعنی که بتانه به طرفداری از این فکر در جامعه کار بکنه. تشکیلات ضرورت داره. اگر در تشکیلات موفق بودن و در شریک ساختن فکر با جامعه موفق بودن، و این هم ضرورت داره که باید فکر تازه، فکری که پیشنهاد شده، روشن فکر پیشنهاد کرده، باید تعدیل شده بره با تغییر زمان، با تغییر شرایط. اگر مردم عکس العمل نشان دادن، باید به یک شکلی تازه او فکر پیشنهاد شود. اگر مردم در برابرش تقابل قرار میگیرن، باید حل. اگر حل نشه، بازم حرکت از بین میرن و ناموفق میباشه، هیچ تغییر و تحولی رو به میان نمیارن. اگر این 4 چیز صورت گرفت، پیغام بود، پیغامبر با پیغام، با تشکیلات، با تعدیلات فکری موفقانه انجام شد، جامعه یک تحول مثبتی را حتما تجربه. اما اگر در هر یکی از این قدم ها ناکامی وجود داشته باشه یا ناکامی به میان بیایه، دیگر تغییر مثبتی در جامعه به میان آمدن نمیتونه. و این را ما میتونیم به افغانستان ربط بدیم که در کجا چی شد چی نشد. فیاده بودن یک جغرافیای خوب یا جغرافیای دیگه. من طرفداری جغرافیکال دیترمینیسم نیستم، یعنی جغرافیا همه چیزی یک جامعه را نمیتونه چی بکنه، تعیین بکنه. اما در هیچ شکی نیست که مهم است و وجود جغرافیا تأثیری فوق‌العاده می داشته باشه، اما در پهلوش بسیار مسائلی دیگه است. از اون لحاظ من میگم که روشن فکری اگر هدفش و وجود آوردنی یک تحول بنیادی مثبت در جامعه بوده باشه، باید نه تنها فکر خودش مورد بحث قرار بگیره، بلکه تمام این 4 مرحله‌ای که لازم است برای آوردن یک تحول اجتماعی در اونجا وجود داشته باشه. در غیر از او این فایده ای و اصطلاح روشن فکری مسائل دیگری که هست تاثیرگذار نمیتونه در جامعه بوده باشه. از اون لحاظ این تئوری انتونی والس برای آوردن یک تحول مثبت در جامعه به شکل انقلابی یا غیر انقلابی کاملا من فکر میکنم مهم است که در نظر گرفته شود تا شرایط بتانه برای ما درست تحلیل بود. تشکر استاد بزرگوار. عاطف صاحب در خدمت شما هستیم. سوال سایق صاحب هم فراموش نکنیم. با سلام مجدد، بسیار تشکر، سلامت باشید. من دست پایین کردم به خاطر که آنچه که میخواستم بگم جناب پروفسور گفتن، مخصوصا در رابطه با مسئله طبقات که علوی بسیار روی ازو تاکید دارن. اما مسئله است که پروفسور فرمودن خود موجودیت طبقات مهم نیست، بلکه نظریاتی که وارد میشه و در وجود طبقات نیاز است که طبقه متوسط را، یعنی برای عملی شدنش نیازمند است. گفتن من نمیخوایم تکرارش بریم، ولی آنچه که جناب سایق صاحب ارائه کردن یا طرح کردن با اجازه بسیار کوتاه میخوایم بگیم. وقتی که شما برین با مسئله علم و حقوق، برخلاف سایر مضامین، برخلاف سایر علوم، سایر علوم اول تعریف میشن بعدش میرن به تقسیمات، ولی علم و حقوق اول تقسیمات میشه بعدش تعریف. یعنی تقسیم میشه به شرایع اسلامی
و حقوق موضوعه. چرا؟ به خاطر از اینکه شرایع اسلامی، شرایع دینی، منظورم شرایع سماوی آسمانی، اینا ثابت است، چیزایی هستند که قابل تغییر نیستند، مثل حقوق موضوعه یا حقوق وضعی. وقتی که من پیشتر صحبت کردم در رابطه با روشنفکری اسلامی، کوتاه گفتم چون میخواستم بس گرمتر هم شد و الحمدلله گرم هم شد. شما در رابطه با اسلام صحبت میکنین، اگر میرین روشنفکری، یکی از تعاریف روشنفکری همی است که دکتر صاحب موسوی هم فرمودن و تغییر وضعیت. تنها در اسلام، در ادیان قواعد و مقرراتشان ثابت است، شما تغییر وارد کردن نمیتونین، هیچ نوع تغییر نمیتونین، اصلا اجازه ندارین تغییر وارد کنین. ما گفتم بحث عقیده در اسلام، عقیده مقید است، شما آزادی عقیده ندارین، نه تنها در اسلام، در تمام ادیان، منظورم از ادیان سماوی است. یعنی عقیده بر شما قید شده، شما آزادی عقیده ندارین. بنابراین وقتی که شما میگن روشنفکری در اسلام، به معنای از غیر مستقیم شما اینطور میگن یک مشکلات در اسلام وجود داره، ما میخوایم این مشکلات حل بکنیم، در حالی که این درست. ببینین روشنفکرای اسلامی رو که ما به عنوان در افغانستان، خوب روشنفکرای کسایی که به عنوان روشنفکر اسلامی بودن بسیار محافظه‌کار بودن، هیچ نظریه ارائه نکردن، ولی مجبوریم ما به روشنفکرای دیگه اسلامی دیگه کشورها مثل ایران مثلا رجوع بکنیم. ببینین وقتی که اینا به عنوان روشنفکر زور میکنن، میرن به جانب روشنفکری، چیزایی را طرح میکنن که امروز خیلی غیر قابل قبول است به ما. مثلا آقای سروش در رابطه با قرآن چیزایی را که میگه، خوابای پیامبرانه میگه، خب یک اسم برش گذاشته، رویاهای رسولانه برش اسم گذاشته. یا مثلا خبرهای دیگه، مثلا یک کس دیگه، یک عالم دیگه دینی است که هم به عنوان روشنفکر دینی مشهور است. نه خیر، یک آقای دیگه است که چیز بسیار دوست شما داره، آقای احمدی حیدری. اونا حتی میگن که کلام الله نیست، عیاذا بالله، میگه از زبان پیغمبر برآمده، بنان کلام الله نیست. ببینین وقتی که شما برین به این سمت برین، قواعد میخواین بشکنین و قواعد دینی رو شما نمیتونین بشکنین، نباید هم بشکنین. قواعد دینی ثابت است. به این اساس میگیم که ولی یک مغالطه صورت گرفته. چرا؟ ما در کجا مغالطه؟ در کجاست؟ مغالطه در بین یا حکومتداری و دینداری صورت گرفته. وقتی که ما میگیم روشنفکر دینی، اینجا اینا تغییر در حکومت هم میخواین بکنن، تغییر در سیستم حکومتداری که یعنی کنترل استبداد میخواین بکنین انجام بدیم، ولی میریم به جانب ازی که ما روشنفکر دینی. این روشنفکر دینی نیست، این روشنفکر اجتماعی است. روشنفکر کسی است که میخواد تغییر در وضعیت. روشنفکر همونطور که من در اول هم گفتم زایده قدرت است و میخواد مهار بکنه استبداده. خب ادیان خود استبداد ندارن، شما چیشه میخواین مهار بکنین؟ به این دلیل به عنوان دین نباید به عنوان حکومتداری است، به عنوان یک کسی که ما میخوایم حکومت استبداد مهار بکنیم، به این عنوان یک مغالطه صورت گرفته بین دین و حکومت. درست است که به عنوان از این است که ما بخوایم دین از حکومت جدا بکنیم، ولی شما نمیتونین که وقتی که میخواین تغییر در جامعه برین، تغییر در سیستم حکومتداری برین، نه تغییر در سیستم دینداری. تغییر در سیستم دینداری شما آورده نمیتونین. قواعد دینداری ثابت، همش ثابت است. خدا یکی است، قرآن یکی است. وقتی که شما میگه نماز بخورین، شما قصاص یکی. در حقوق جزای افغانستان در صفحه اولش نوشته است، که این قانون تنها بخش تعزیرات تنظیم میکنه، سایر بخشا، بخش حدود و قصاص به اساس فقه حنفی تنظیم میشه. قواعد ثابت هستند. ما منظور مزی بود، مغالطه صورت گرفته. من منظور می بود و دیگه صحبت ممکن. یک دنیا تشکر. فایز صاحب خدمت شما میرسیم. فقط من کوتاه خدمت عاطف صاحب بزرگوار عرض کنم که در اصول دین نه تقلید جایز است نه تغییر جایز، ولی روشنفکرا سر فروع دین کار میکنه که او باز بسیار وسیع است و مستلزم اجتهاد است که امو اجتهاد اگر به صورت درست استفاده شود مطابق برداشت می بسواد، الحمدلله اینجا استادا حضور داره، اونمو به نحوی روشنفکری گفته میشه. این عرض من خدمت شما بود. حال خدمت فایز صاحب بریم. سلام و درود و تحیت خدمت شما آقای موسینی، استاد بزرگوار، پروفسور صاحب و دوستایی که در جلسه حاضر حضور دارن و شنوندگانی که بعداً خواهند شنید. از صحبت‌های عزیزا استفاده کردیم، بالخصوص پروفسور صاحب روشنی بسیار خوب انداختن در مورد موضوع روشنفکری. بنده یقین هفته پیشتر صحبت‌های بعضی دوستا را شنیدم که من حضور نداشتم، وقت بعداً روی موضوعات فکر کردم، میخواستم که یک چند نکته راجع به او صحبت کنم، بعداً پیش بریم.
جناب استاد علوی یک صحبت کردن که در افغانستان اصلا روشنفکری وجود نداره. یک فرمول هم از یک جای خواندن که روشنفکر در جامعه‌ای که مناسبات فیودالی و ارباب رعیتی باشه، بعدا روشنفکرها در این مرز ظهور کنن و جامعه را تغییر برن در مناسبات رشد و سرمایه و پیشرفت صنعتی. ما این گپه که جنبش روشنفکری در اروپا در همین مرز واقع شد، این کاملا گپ حرف درست است. جنبش روشنفکری در اروپا در وقت شد که در بعد از قرن 15 و جنبش انقلاب صنعتی در انگلیس و بعدا جنبش روشنفکری توسط فیلسوفا و دانشمندان مثل والتر و کانت و دیگرای نظریات خود ارائه داشتن و بالخصوص انقلاب کبیر فرانسه که از سالهای 89 تا 99 ادامه پیدا کرد ای با وقوع پیوست. آنچه که استاد علوی گفتن این مربوط به تاریخ روشنگری میشه و روشنفکری، نه یک حقیقت. اگر این را من حیث یک حقیقت ثابت قبول بکنیم که مثل جبر تاریخ واره که این جبر تاریخ که در اروپا تکرار شده در همه دنیا تکرار شده نیست، این درست نیست. برای که در اون زمان چرا این جبر از کجا آمد؟ اولی روشن میگن بعد از راجع به روشنفکری صحبت. جبر تاریخ از زمان آمد که زمان هگل روی مطلق برای ظهور تاریخ خدا طبیعت، بعدا روی مطلق در جامعه در تاریخ ظهور پیدا میکنه که به خودشناسی و کمال خود میرسه و تاریخ به صورت گالت جبری رو به خود داره که بعدا باز مارکس آمد اینمی روح را کنار کشید، ماده و مناسبات اجتماعی نیروهای مولده و مناسبات تولیدی اصل حقیقت تاریخ میزنه. یعنی حقیقت تاریخ اینا از جامعه های بدوی، بردهداری و ارباب رعیتی و بعدا سرمایه‌داری تو تحسین کردن که به صورت جبری پیش میره، اما در حالی که دانشمندای جدید یعنی پیشرفت جامعه را صورت یک خطی نمیدانند که یعنی جامعه فرمولی که در اروپا طرح شده، در امریکا یا در دیگر کشورهای روسیه و دیگر جای، این فرمول قابل تطبیق است به تمام کشورهای دنیا، امکان نداره. یعنی دانشمندای سابق که به حساب جبر تاریخ معتقد بودن به این اعتقاد داشتن که پیشرفت جامعه صورت تک خطی را دارن، اما در حالی که جامعه شناسای امروزی به این اعتقاد دارن که جامعه به صورت طلب با شرایط اقتصادی اجتماعی مختلف پیشرفت میکنه، یعنی تک خطی وجود نداره. پس این نظریات رو که آقای علوی فرموده بودن استفاده کردن جز تاریخ روشنگری است، نه اینکه حقیقت قابل تکرار است که بگوییم که کسایی که دینی فرمول در افغانستان قابل تطبیق است ما روشنفکر داریم، اگر نیست نداریم. مثلا جمال الدین روشنفکر نیست، بسیار شخصیت‌های دیگر را که یاد کردن گفت اصلا با این مفهوم ما روشنفکر نداریم. گپ کاملا درست نیست. اینا رو می‌گیم سر روشنگری یا روشنفکر که شروع شد از توسط خود فیلسوفا. همین خود فیلسوفای زمان روشنگری راجع به روشنفکر و روشنگری چی فکر میکردن؟ یکی از هم دوره‌های کانت در سال 1704 تولد شد، 1804 از دنیا رفت. این یعنی بزرگترین پیش از او دکارت شناخت جهان از خود شروع کرد که من فکر میکنم پس هستم، یعنی سوبیکتیویسم از اینجا شد. بعدا کانت از اینکه پرسیدن یکی از هم دوره‌هاش به نام مندلسون او تو نظر داشت که روشنگری که مثلا نتیجه روشنفکری است، روشنگری نتیجه روشنفکری است که وقتی نتیجه می روشنگری اول یعنی روشنگری یا روشنفکر کیست؟ او میگفت که وقتی که فهم و قوه نظری خود ما به کمال برسانیم به معرفت، این میشه روشنگری. اما کان یک چیزهای دری اضافه کرد و گفت که روشنگری یعنی آزادی انسان برای بردن استعداد صغر یا به اصطلاح صغر یا هدف از حالتی است که انسان تمام استعداداش در حال خواب و دست نخورده است، رساندن از او به حالت کمال، پختگی و نبوغ. یعنی انسان تمام قوای عقلانی و فکری خود که وقت با در کمال آزادی به بلوغ و کمالش برسانه، این روشنفکر است که بتانه در آینده
خودش بدون از اینکه پیروی از کس بکنه در مسائل دینشناسی، در مسائل حتی وکالت، حتی پزشکی، گفته بسیار مسائل بدون پیروی خودش بتونه تصمیم بگیره، تحقیق کنه و خود نظریه های خود داشته باشه. یعنی او به این میگفت که جرأت داشته باش، استعدادهای بالقوه خود به کمال برسونی. این یک بخشی از است که مربوط به سوژه روشنفکری میشه. شخص روشنفکر باید در ابتدا کاری که میکنه بالای خود کرده باشه، یعنی خودش تمام استعدادهایی که بالقوه در فکرش، در آموزشش، در فهمش وجود داره او را به کمال رسانده باشه، به بلوغ رسانده باشه، از پیروی های کورکورانه خود بیرون آورده باشه، به خود به درجه رسانده باشه که به استعداد و اختیار خود بتونه گزینش کنه و تصمیم بگیره و اراده خود به کار بیندازه. اینال دیمیم در مورد افغانستان که مثلا شرایط خود وقتی که روشنفکر وقتی که خودش از خلاقیت به استعدادهای کمالات خود رسید، یعنی او بر جامعه باید شناخت درد اجتماع را باید داشته باشه که اجتماع چی درد داره. در یک زمان درد اجتماع مثلا موجودیت استعمار است، در یک زمان موجودیت شرایط بسیار ظالمانه اجتماعی در مورد کار و زندگی مردم است، یک زمان دیگه یک حکومت مستبد است. یعنی درد اجتماع را شناخته و راه درمان از این داشته باشه. با گفته سعدی که میگه صاحب دل به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست عهد صحبت اهل طریق را. گفتم میان عابد و عالم چی فرق بود، تا اختیار نمودی از آن این فریق را. گفتان گلیم خیش بدر میبرد ز موج، و این سعی میکند که بگیرد غریق را. یعنی روشنفکر نه تنهایی که خودش به خلاقیت اول رسیده باشه، دومی که درد جامعه را بفهمه که درد امروزی جامعه ما چی است. درد جامعه مردم مثلا یک حکومت مستبد است، یا مثلا رابطه مناسب بین ارباب رعیتی است، یا ای که فقر بسیار گسترده در جامعه حاکم است و مردم هیچ از خلاقیت کار نمیگیرن، همگی حالت پسیف به خود گرفتن که یک چیز پیدا شود که روزی خود بخورن، زندگی خود با پیش ببرن. روشنفکر باید اینمی درد جامعه را در شرایط خاص درک بکنه و راه درمان از او را، بیرون رفت از او را به صورت علمی درست ارائه بکنه و کار فکری بکنه که از این سوء استفاده نشه و این کاری که میکنه مؤثر و جامعه باقی بمانه. تشکر. فعلا همین گفتار ما بود. داینده انشاءالله باز ادامه میتیم که روشنفکر بوده کی نبوده. تشکر از توجه شما. تشکر فایز صاحب بزرگوار، خیلی ممنون. دکتر صاحب سمی مایک در خدمت شماست. من به بیاناتی که جناب عاطف فرمودند که بحث ثبات در ادیان و بحث اعتقادات ثابت و امثال اینها، خب این فکر میکنم حالا اون مقالطه ای که ایشان فرمودند، حالا این مقالطه گاهی ایشان به ما میگن که مقالطه صورت گرفته، گاهی ما به ایشون مثلا گرفت مقالطه نداره. ما بحث میخوام بگم روشنفکری، یعنی در روشنفکری دینی، حالا بحث بردن اینجا که من نمیخواستم برم، روشنفکری دینی 3 الگو داره. یعنی روشنفکری دینی 3 الگو، اینجوری که من فکر کردم الان روی کاغذ نوشتم الگوهای روشنفکری دینی. الگوی احیا و اصلاح فکر دینی، یعنی میان مفاهیم، یعنی یک الگو اینجوری بود در طول تاریخ. الگوی اصلاح یعنی اولین الگو در روشنفکری دینی، الگوی اصلاح و احیا و اصلاح فکر دینی، یعنی میان مفاهیم و نهادهای جدید غربی با معرفت دینی سازگاری وجود دارد. یعنی در صدد تبیین این بودند که میان تفکرات غربی و فراورده های تفکر غربی و معرفت دینی، خصوصا معرفت اسلامی، سازگاری وجود دارد. دومین الگوی روشنفکری دینی الگوی انقلابیگری است. یعنی میگن اینا جهانبینی و ایدئولوژی زیربنا و به ترتیب روبنای انقلاب و عدالت اجتماعی. این میگه وارد گفتمان دینی باید بشه. گفتمان دینی گفتمانی است که جهانبینی و ایدئولوژیش زیربنای و روبنای انقلاب و عدالت اجتماعی بشه. سومین الگو الگوی عرفیگری است. یعنی هدف این الگو ایدئولوژی زدایی از دین و برای دنیا نبودن دین و و کنار نهادن دین از مدیریت جامعه در برابر مدیریت فقهی. یعنی اینها میخوان بگن که دین برای دنیا چیزی ندارد، اون چی که هست باید به علم بشری واگذار بشه.
این روشنفکری با توجه به فضای دینی و به مقولات دینی است. بازم مبانی مشترکی داره روشنفکران، مبانی مشترکی دارن روشنفکران دینی. یک وقت روشنفکران بیرون از فضای حوزه است، یک وقت از روشنفکرانی است که درون فضای حوزه است. مثلا روشنفکرانی که بیرون از فضای حوزه است، اینا در صدد نقد دین و روحانیت سنتی است و یعنی این نقد دینی که فهم روحانیون از دین دارند، استفاده از علم و آموزه‌های جدید غربی برای تبیین مفاهیم دینی یا به چالش کشیدن مفاهیم دینی. و سوم دین شناسیش مستقل از فضای حوزه است. بعضیاشون اصلا تو حوزه درس نخوندن، ادعای دین شناسی دارن و اینها در صدد این هستن که بگن ما برای فهم دین نیاز به دروس حوزه نداریم. و بعد یه دیدگاه دیگه هم هست که روشنفکران دین در نگاه جدید هست که اینها در صدد تجدید مناسبات میان عقل، علم با دین هست. یعنی الان خودم درسایی میدم تحت عنوان فلسفه دین یا کلام جدید، رابطه عقل و دین، رابطه علم و دین، رابطه اخلاق و دین. حالا اخلاق دینی، اخلاق انسانی، اخلاق سکولار با دین. بعد این گونه مفاهیم رو در فضای جدید حوزوی و دانشگاهی اینها تدریس میشه. رابطه عقل دین، حالا عقل و دین، عقل شما به عقل غربی بگیرید به عنوان عقل به اصطلاح تجربی، یا بگیرید عقل برهانی بگیرید و سایر مسائلی که وجود داره. بعد تغییر روش شناخت، یعنی نگاه بیرونی است. و سومین نکته که هست احیای اسلام به عنوان یک نظام سیاسی و اجتماعی جامع. اینها یعنی پدیده‌هایی است، کارهایی است که روشنفکران در فضای جهان اسلام، که نگیم تو قم، در فضای جهان اسلام انجام دادن. الان نظرهای جدیدی که شهید صدر داره، نظرهای جدیدی که خود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه داره، شخصیت‌های دیگری که نظرهای جدید دارن بیرون از چیزی که در طول تاریخ بوده، یعنی نظرهای جدید داره بعضی. روی این جهت ما میگیم که نگاه اصلاح تو درون دین هم وجود اون پدیده روشنفکری هست، نمیتونیم بگیم نیست. ولی اون چیزی که دوستان میگن روشنفکر به معنای آزاد، بگیم به اصطلاح شما بخواید در مقام محو استبداد باشه. محو استبداد دو نگاهه. محو استبداد با در نظر داشتن ظرفیت‌های جامعه، محو استبداد با زیر پا نهادن و ویران کردن همه ظرفیت‌های جامعه. اون چیزی که دوستان می‌فرمایند در بحث روشنفکری نوعی بی‌توجهی نسبت به همه سرمایه‌های یک جامعه نهفته است. این کار نادرستی است. یعنی اگر کسی روشنفکر این معنا باشه، یعنی تخریب کننده تمام ظرفیت‌های جامعه. من تأکید می‌کنم رو این مطلب که دوستان هر نوع اعتراض کور و بی هدفی رو روشنفکری تلقی نکنن. روشنفکر در صدد تخریب، احیا، گسترش و تحکیم باید باشه، نه اینکه فقط بخواد خراب کنه. تا الان روشنفکران اصطلاحی هر کاری کردن بیشتر خراب کردن و هیچ بنیان و اساس و نظام فرهنگی، اجتماعی، سیاسی متقنی رو پیریزی نکردن و موفق هم نبودن، چون همین روش غلط رو در پیش گرفتن. اینا تخریب کردن، درست نکردن. ممنون دکتر صاحب بزرگوار، خیلی روشنگر بود. استاد بزرگوار شهرانی صاحب در خدمت شماست. فقط میخواستم که بگویم که نقد و اصلاح در کدام بخشی دین ممکن است. دین معمولاً 3 بخش داره. بخش عقاید و احکام است، خصوصا در دین ما، که غیر قابل اصلاح است و کسایی که میخوان در قسمت اصلاح بکنن، البته همگی اقلاً مؤمنین، در برابرشان قرار میگیرن. بخش دوم عبادات است که در عبادات کم و بیش امکانی نوآوری هست. به مولیاز مذاهب مثلا در عبادات با هم تفاوت‌های می داشته باشن، اما او جایی که اصلاح و نقد فوق‌العاده زیاد ضرورت هست و روشنفکرها میتونن در اونجا کمک بکنن، بخش معاملات است. معاملات و هم البته روی ارزش هاست، اخلاقیات است، قوانین است که میشه مثلا نوآوری شوه و کسایی که روشنفکر هستن بیشتر در این قسمت بازم روی مسائلی یک جامعه عدالتمند و چگونگی آوردن عدالت در جامعه میتونن روشنگری بکنن، اما نه در قسمت عقاید و احکام و تا حد بسیار کم در عبادات. تشکر صاحب. استاد نایل شما فرمایشو دارین؟
یکی از روشنفکرهای دینی میگه که بدترین استبداد دینی است. مثلا دکتر شریعتی میگه وقتی که میگه که اینی احکام است و این احکام تغییر ناپذیر است، این نوع استبداد است. میگه مثلا در مورد حقوق زنان، در مورد حقوق استاد شهرانی صاحب اشاره کردن، یکی از بخشای عبادات و اعتقادات و حقوق و وظایف است. مثلا در بخش حقوق و وظایف وقتی که حق زن و مرد در دین مشخص است، چگونه میشه که تغییر داد؟ اگر تغییر بدی طرف علمای فقهی و کلام مواجه میشی و او تکفیرت میکنه. و چنان که روشنفکرهای دینی را به اصطلاح همینطور هم کردن. یا ای که دکتر سروش که رویای قرآن یا رویای محمد گفته، صدها نفر علیه از او کتاب نوشته کردن، اعتراض کردن مثلا. خب و بحث کلان است، ما چیزی نمیگیم. ولی ما فکر میکنم که برای روشنفکر دینی میدان تغییر چی نیست، داده نشد، اجازه نمیتن کسی. تو چگونه میتونی که مثلا در مورد حقوق زنان تو تغییر وارد کنی آنچه که فقه و اسلام و حدیث و آیت گفته؟ این مشکل است. ما سر روشنفکرهای اجتماعی فکر کنیم که در مورد تحولات و تغییرات جامعه و انقلاب‌ها و اغتشاش‌ها و ایگپا سهم دارن و تغییر و تغییر به وجود میارن. یک فکری به وجود میارن که در او یک تحول به یک عدالت اجتماعی تامین شود، یک حالت دیگه بیاید که جامعه تا حد تغییر بود. در این مسائل میشه که بحث کرد، ولی در مسائل روشنفکر دینی من فکر میکنم یک بحث بسیار جنجالی است. دکتر صاحب سمی دست بالا کردن؟ عرضی بسیار کوچیک نسبت به فرمایش جناب آقای نائل داشتم. بله، در بحث این که ما در قسمت فهم دین که استاد محترم جناب آقای شهرانی فرمودن که دین 3 قسمت داره، بحث اعتقادات هست و احکام هست و اخلاقیات. خب این درسته، منتها حرف در همین صحیحه سوال مشخص که فعلا در فضای جامعه ایران رو من ترسیم میکنم و در جهان اسلام هم همینطور هست، ما در بحث فهم دین منابع و ابزارهایی داریم. مثلا بحث عقل، نقش عقل در معرفت دین و در فهم دین، نقش عقل در اعتقادات، نقش عقل در فقهیات، نقش عقل در اخلاقیات. بعد بحث قرآن و روایت رو داریم، نقش عقل و قرآن در روایات، در به اصطلاح اعتقادات، در اخلاقیات، در فقهیات. بازم نقش علم هم علم فلسفه و کلا دانش جدید، و یا اینکه بحث ساینس و بحث علم به عنوان علوم تجربی، میزان استفاده از علم علوم تجربی در فهم دین در هر کدوم از مراتبی که عرض کردم. بعد بحث فواید دین میاد، آثار و آثار دین، فواید دین در جامعه امروز و چگونگی این که جوان امروز چگونه با دین ارتباط برقرار کنه. هر کدوم از اینها محط انظار و اختلاف نظرهای فراوانی بین علماء سنتگرا در حوزه علمیه و عالمان جدیدالفکر یا روشنفکر و همچنین کسانی که با رویکرد غربی و به اصطلاح دانش جدید میپردازند. این گونه تفکرات وجود داره و فضای بسیار فراگیر و بحث برانگیزی در حوزه علمی قم وجود داره و یک جنبشی راه افتاده در حوزه به نام جنبش به اصطلاح نوآوری و بیان و تبیین‌های جدید از مفاهیم دینی که در بارها در کرسی‌های نظریه پردازی وجود داره و حقیر هم بعضی از کرسی‌ها رو دارم. خلاصه میگم این جریان بسیار ممتد و فراگیر هست و الان رو به گسترش هست. در هر 3 بعد هم وجود، فقط در بحث چی نیست که در بحث فقهیات بگیم حقوق زن، فراتر از حقوق زن یک گوشه بسیار کوچیکی از فضای گفتمان بحث برانگیز دینی در حوزه‌های علمیه و در دانشگاه‌های ایران و جهان اسلام هست. تشکر سمی صاحب. بفرمایید نایل صاحب. یک چیز مثلا وقتی که دکتر شریعتی گفت که بدترین استبداد دینی از شما طالبان در افغانستان، چه نوع استبداد میگه؟ ما طالبان رو در افغانستان استبداد فکر کنید یعنی غلط هم است، ولی از چی استفاده میکنم یا نه؟ ببین الان حرف سر اینه که ما ببین در بحث استبداد دینی فردی من آقای دکتر شریعتی بگه که مثلا بدترین استبداد دینی هست، همین حرف رو بسیار از علمای اسلام میگه بدترین استبداد دینی هست. منتها این که آیا
فلان مقوله، اینجا بحثا در کجا به وجود میاد؟ آیا این فلان مقوله و بیان فلان احکام، اجرای فلان حکم استبداد هست یا نیست؟ اینجا بحث به وجود میاد. ما میگیم بدترین استبداد دین است، هم شما میگی هم من میگم، اما من به گونه توضیح میدم و برای اون آثار و نتایج بار میکنم که اون استبداد نیست و شما به گونه‌ای بیان میکنید که اون استبداد هست. میخوام بگم اینجا تفاوت بین روشنفکر و غیر روشنفکر به وجود میاد. اون کسی که با بدون در نظر داشتن آثار مثبت میخواد مثلا یک حکم شرعی رو بگم این مستبدانه است، یک کسی نه، با در نگاه اعتدالی و جامع میاد میگه که این حکم استبدادی نیست. مثلا امروز مثلا نفقه زن، طلاق در دست زن است یا در دست مرد است، بحث حقوق زن، بحث موارد حقوق بشر، اعدام و موارد از اینجاست. اینها هر کدوم تبیین‌های خاصی دارن. عده‌ای میگن اینها مستبدانه است، عده‌ای با توضیحاتی بر اساس ادله عقلی و حتی بر اساس حقوق بین‌الملل میگن نه این استبداد نیست. بحث رو اینه. حالا ما نمیخوایم بگیم مثلا فلانی ما مثلا بگیم که فلان حکومت استبدادی است. این خیلی حرف کلان است دیگه. ما در استبداد رو باید در جایش بیان بکنیم و بگیم قوانین اسلام مثلا اینجا مستبدانه است، باید بگیم که بر چه اساسی این مستبدانه است. ممکن است که اون قانون اسلام بر اساس توجیهاتی که بر اساس عقل وجود دارد، بر اساس دیدگاه علمی وجود دارد، اون مستبدانه نباشه. این میگم جای بحث داره، نمیشه گفت مثلا فیکس بکنیم بگیم که اینجا مستبدانه است یا نیست. باید بحث کنیم که آیا این مستبدانه است با چه توجیهی، غیر مستبدانه و عادلانه است با چه توجیهی. ببخشید آقای سعیدی، وقتی طالبا زن مثلا نمیمانه که در بازار بگرده، اگر میگردن با حجاب با شوهر یا با محرم خود، ولی یک زن بنابر جرم یا گناه در محضر 10,000 نفر شلاق میزنه. این چی توجیه کار غلطی است. کار غلطی است. این به دلیل فهم ناقص از دین میزنه دیگه، با حکم دین میزنه دیگه. بله با استفاده از دین هست، اون تو فهم ناقص از دین، فهم غلط از دین. روشنفکران دینی یکی از کارهاشون اون مشخص کردن جایهای غلط از دینه. اینجا مثلا فهم غلط از دین صورت گرفته، روشنفکر دینی اینو مشخص میکنه، برخلاف کسانی که بر اساس یک روش غلط دین رو میفهمند. روشنفکر دینی میاد این نقاط رو برجسته میکنه و اونها رو میگه این کارو نکنید، این کار روشنفکر دینی است. و الا مردم عادی یا روشنفکر عادی که نمیتونه بگه که این کار دینی هست یا نیست. ما استبداد طالبانی رو ما میگیم مخالف دین اسلامه. حالا اونها اگر دلیل عقلی هم داریم، قرآنی هم داریم، روایی داریم، بر اساس سنت پیغمبر هم داریم. این کار وقت کاملا تمام شده. 2 نفر دستش بالاست. عاطف صاحب شما بفرمایید خیلی مختصر، بعد فرمایشات انجینیر صاحب بگیریم و خداحافظی کنیم. بسیار تشکر. من بسیار مختصر میگم در رابطه با دین و روشنفکریش 2 تا مسئله وجود داره. یکی اصل دین است که شما گفتید که اصل فرو گفتید، من میگم یکی اصل دین است، مبنا اسمش فرو نمیگذارم، میگم یکی خود دین است، یکی آن چی است که ما بر مبتنی بر دین برای اجرای امور یومی خود ایجاد کردیم. این آن چی است که ما خود ما ایجاد کردیم. اصل دین غیر قابل روشنگری است، ثابت است، قابل تغییر نیست، شما در او تغییر ایجاد کردن نمیتونید، اصلا روشنگری در اونجا مفهوم پیدا نمیکنه. یکی آن چی است که ما مبتنی بر دین برای اجرای امور یومی خود ایجاد کردیم. این چیزی است که ما خود ما ایجاد کردیم و در هر مقطع زمانی بنابر مقتضیات زمان خود در اون تغییر وارد میتونیم بکنیم. این جزء این دین نیست. این بخش دین، این چیزی است که مبتنی بر دین است. مبتنی بر دین ما یک چیز رو ایجاد کردیم برای اجرای. شما دین اگر دین بخواید تغییر بدین، شما امکان نداره، چیز حکم خدا رو نمیتونید تغییر بدین. اصل دین به هیچ صورت، خود دین در جایش است. به اون مناسبت من میگم تاکید من برای بود و خدمت دکتر صاحب میگم که روشنگر دینی وجود نداره، چون اصل دین قابل روشنگری نیست. اصل دین خود ثابت است. آنچه که صمیمی صاحب جناب دکتر صاحب میفرمایند اما اون آنچه است که ما ایجاد کردیم بر مقتضیات زمان خود رو ما تغییر میدیم. این ما میگیم که روشنگری، و این روشنگری دینی نیست، این هم روشنگری اجتماعی است. ما همه گفتارم بود، چون گفتین کوتاه
باز انشاءالله در برنامه بعدی. انجینر صاحب شما بفرمایید. تشکر بسیار زیاد. صدای ما رو میشنوین انشالله؟ ما یک سوال داشتم در جریان یمی گفتگویی که شنیدم. یک سوال ما داشتم که یمی جایی که روشنفکر روشنگری میکنه ای کجاست؟ از یاد بردن که همین مردمی که برش روشنگری میکنه یا در جایی که روشنگری میکنه که اوجا کجا است و در اوجا روشنگری از کجا بیاره، این مهم است. مردم کسایی که در افغانستان مثل جایی که افغانستان روشنگری میکردن کلشان مردم افغانستان بودن، لیکن روشنگریشان از افغانستان نبود و برای مردم افغانستان نبود، از خاطر به اشتباه راه رفتن. و کسایی که بین روشنگری دینی و غیر دینی یک تفاوت بسیار زیاد در دیدگاه وجود داره. کسایی که روشنگری غیر دینی است و فکر میکنه چیزی که به نام دینی میاد کلش دین است، طالب و غالب و مثلا شریعتی و جمالین یک کلش یک دین است، یک گپ است، یا کلش پس کو دیگه شروع کو به غیر دینی، روشنگری غیر دینی. به او خاطر اگر غیر دینی کردی روشنگر کامیاب زر غیر که اصلا میگه در دین تغییر آوردن میتونی. آبیا در امی دین خود هیچ تغییر نمیاد. دین برای زمین آمده که برای مردم یک زندگی درست بسازه، لیکن او دینی که تطبیق میشه تطبیق دین زندگی مردم درست نمیسازه. نقص در کجاست؟ نقص در خود دین است یا در تطبیق دین است؟ و تطبیق دین کی میکنه؟ همین مثل روشنگرایی که شما هستین یک برداشت نادرستی از دین یا غیر دین میکنه و سریع مردم مسلمان تطبیق میکنه و این واضح است که مردم نه به اصل روشنگری مردم میرسه و نه کسی در اوج روشنگری کرده میتونه. یعنی ما شما مطلب ما از گفت مایی است که ما یک دفعه کسایی که در امی صحنه روشنگری دینی هستن یا را باید بشناسه، یک کاتگوری باید بکنه. کسایی که غیر دینی فکر میکنه اینا یک کاتگوری داشته باشه که مردم با هم تفاوت داره و بیادر. اینطور نیست که کلگی را به یک چوب بزنی. کلگی درجهشان با هم تفاوت داره، دیدشان تفاوت داره، از زمین تا آسمان در بین امی خودی دین تفاوت وجود داره. یک کسی با اساس روایت تمام فیصله ها را میکنه و یک نفر است میگه بنیاد تمام اساس تمام دین قرآن است که ایش اصلا در جامعه های اسلامی قرآن اصلا جای تطبیق نداره. اصلا مردم به او فکر نمیکنه. کل مردم از حاشیه به اصطلاح حکم میگیره و از امور تطبیق میکنه که حاشیه ها در جریان 1000 سال با میان آمده. وی حاشیه ها وقتی که یک روشنفکر دینی میبینه که در قرآن یک گپ است و در حاشیه و در بین روایات دیگه گپ است، خیلی آدم باید بشینه و در قرار که ولی ما نمیتونم در دین تغییر بیارم. این آدم میخیزه میگه ها بیادر امی که خودت میگی این دین نیست. این مبارزه مشکل هم است، کار آسان نیست. یعنی مبارزه روشنفکر دینی از غیر دینی کده مشکل است. روشنفکر دینی میگه که نمیکنم خلاص دین اصول، لیکن روشنفکر دینی در بین به دین و دین داره روشنفکر میکنه که کار آسان نیست و این کار امکان داره، سخت هم است لیکن امکان هم داره و مسئولیت یک مسلمان است که این کار بکنه. کسایی که به این عقیده نیستن و کار خودشان. تشکر امیرم میخواستم بگم. تشکر. یک دنیا تشکر. ما میگم برنامه آینده را سر همین موضوع گپ بزنیم. یکی روشنفکرها در کجا و در چی شرایط باید روشنفکری کنه، روشنگری بکنه. دوم تفاوت روشنفکر مسلمان با روشنفکر غیر مسلمان یا روشنفکر دیندار با روشنفکر غیر دیندار چی است؟ سمیس بزرگوار اگر فرمایشات شما را هفته آینده بگیریم. بسیار کوتاه خیلی کوتاه است. من میخوایم بگم که بحث ای که دین ثابت است، بله دین ثابت است، ولی حرفی که ما با فهمهای مختلف دین مواجهیم. ای که یعنی همه کسایی که از دین چیزی میفهمند و عمل میکنند و یا تطبیق میکنند در سایه حکومت و سیاست بر مردم ادعای فهم از دین دارند. چون ما با فهمهای مختلف از دین مواجه هستیم در اون صورت و ناگزیر هم هستیم. یعنی اگر ما بگیم اون دین مثلا دست نیافتنی است، ما اون چیزی که برای ما دست یافتنی است همین فهمهای دانشمندان دینی در طول تاریخ ما با همین فهمها مواجهیم و ما در صدد این هستیم که
اون فهم درست را از نادرست بر اساس روش‌های معقول و مشروع دینی بشناسیم. روی این جهت میگم که جای نقد بررسی داره. موفق باشید. ممنون. بیننده های گرامی، تشکر که تا این لحظه با ما بودین و از حضور دانشمندای بزرگوار پروفسور صاحب شهرانی، دکتر صاحب موسوی، استاد نایل، استاد یگانه، استاد رشید صمیمی، انجینر صاحب حسین عنایت، جناب موسی سیفی، انجینر صاحب سایق، آقای فایز، استاد فروتن و همه شما بزرگوارا صمیمانه سپاسگزاری میکنیم. انشالله این مباحث ما هفته آینده ادامه میتیم. خواهش میکنیم بعد از این ساعت 5 به وقت لندن تشریف بیارین تا بتونیم به مباحث برسیم. شاد و سلامت باشین. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.